باور کنید شاید اکثریت ما و شما نشستگان درباره عمر ابن عبدالعزیز یا اصلا معلومات نداشته باشیم یا شاید نامش شنیدیم، اما از تاریخ زندگی و از فعالیتی و از عملهای خیر و نیکی که برای مسلمانان و برای اسلام عزیز انجام داده است بی‌خبر باشیم. امروز انشاءالله در موضوع عمر ابن عبدالعزیز صحبت میکنیم. بعدا هم یادتان باشد 2 سال قبل از این بعضی صحبت‌های تاریخی داشتیم و در موضوع حیات و فعالیت خلافت حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق با شما صحبت کرده و وعده کرده که اگر امکان شود برای زمان خلافت حضرت عثمان بن عفان و حضرت علی بن ابی طالب هم با شما صحبت‌ها خواهیم داشت. انشاءالله سلسله صحبت‌های تاریخی خود را از فرصت استفاده برده وقت بسیار مساعد است ادامه خواهیم داد. خب امروز در اطراف اسم عمر بن عبدالعزیز صحبت ما دایر می‌گردد. قبل از او که درباره تولد این جوانمرد، خدمت‌های این جوانمرد و شما صحبت کنم، می‌خواهم همراه شما یک سیر تاریخی کنیم و زمان اندک قبل‌تر پیشتر از تولد این بزرگمرد و زمان عمر فاروق امیر المؤمنین اعدل امرا رضی الله عنه. بار حضرت عمر شبانه در کوچه های مدینه میگشت. عادت داشت حضرت شبانه از نفس زیاد شب بیدار خوابی میکشید و در کوچه ها میگشت. مبادا به کسی اگان ظلمی نرسد، مبادا شخص احتیاج و یک خدمتی نداشته باشد و کمک میکرد. اون زمان ولی همین مسئله شرطی و پولیس و امثال اینا ولی ترحیزی نشده بود. جوانمردای مسلمان در جهاد بودن، در جنگ بودن، در اطراف و اکناف مملکت با مشرکان می جنگیدن، اسلام در عالم انتشار می نمودن. از این خاطر حضرت عمر برای حفظ پاسداری بیوزنان و یتیمان شب خواب نمیکرد تا صبح در کوچه های مدینه سیرگشت میکرد، از احوال مردم با خبر شده. بار حضرت مانده شد، والا یک خرسنگ نشست که اندک استراحت کنم. از داخل همه خانه صدای را شنید. یک زن و دخترش نصیحت داره که یا بنی امزق اللبن بالماء، گفت دختر جان در شیر آب انداز تا اینکه زیادتر شود، وقتی که فروختیم یک سوی زیادتر میرسه داره. در جواب دخترش گفت یا اما کیف امزق وقد نهى امیر المؤمنین عن المزق. مادر جان گفت چرا من آبش باندازم؟ تو مگر امری امیر المؤمنین نشنیدی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر است. اولین امیر المؤمنین، اول شخصی که با او یا امیر المؤمنین گفته مراجعت کردن در تاریخ حضرت عمر است. تو گفت نشنیدی که امیر المؤمنین امر کرده است، منع کرده است از آمیخته کردن شیر با آب؟ تو از سیاست امیر المؤمنین میترسی؟ مادر گفت این الناس یمزقون فامزقی و ما یدری امیر المؤمنین بنا این مدقنا ولا یرانا. گفت دختری ساده، همین مردم نمیبینی همش در شیر آب میاندازن، همه آمیخته میکنن شیره. بداز آب نترس. در این شب گفت امیر المؤمنین مست خوابه، ای که جا میدونه که ما چیکار کردیم، نمیشنوم ما را میبینم. در جواب دختره گفت این کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا یا الله. مادر جان گفت این فرض امیر المؤمنین ما را نمیبینم، مخلوق است، اما خدای امیر المؤمنین ما را میبینه. از خدای امیر المؤمنین خدا پنهان کرده میدانی؟ حالا در پیش خدا چی جواب میگوی؟ برای این خیانت، برای این کشکی میکنی. حضرت عمر گریان شد. خود که عادل بود، عدلش در سراسر عالم منتشر شده بود، گریان شد.
آمد نمازی بامداد خان، خانهش آمد، پسری داشت با نام آسین که هنوز زندار ندارد. پسرش هم کرد که پسردان کبرا تفحص کن در فلان محله فلان خانه چی زندگی میکنه. پسر آمد گفت پدرجان یک زن است بیوزن همراه یک دختر زندگی میکنه، کسی دیگر ندارد. گفت اذهب یا بنی فتزوجها و ما اراها الا مبارکه و لعلها تلید ولدا یسود العرب. پسر جان گفت از من بطی یک نصیحت، تیز تازون برا بخوره شما در آن ازدواج که با او دختر خواستگاریش کن. تو زن نداری، در این دختر من خیر و برکت زیاد مشاهده میکنم. انشاءالله این دختری مبارکه و امید دارم از پروردگار بزرگ که فرزند تولد کنه که تمام عربا را سیادت کنه، تمام اعراب قیادت و سیادت رهبری کنه. آسیم هم سخن پدرش در زمین اما اگر چنده که دختره کمغل بود، این بای بچه ها عادتا دختری بای میکنند. رفت در نکاح کرد، دختر آمد. ببینه تضاد رو ببینه که اسلام در جامعه چی آورد. مادر او دختر در زمان جاهلیت تولد شده تربیه یافتند. در زمان جاهلیت شاید بعدا اسلام آورد، اما این دخترک زاده اسلام بود. در اسلام تولد شده است، در اسلام تربیه یافته است، خاصتا در مدینه منوره که مکان پاکان، مکان عزیزان بود و هست. اگر تفاوتی بین زن و دخترش ببینید چی قدر است. ببین تفاوتی را از کجاست تا به کجا. از تربیت تعلیم ببینه که انسان چگونه تغییر میدهد. برادرای عزیز، چند پیشتر در یک معرکه نشسته بودیم، همین نزدیکی ها، روزهای نزدیک، یک مشرفه در اومد 80 ساله شاید باشه، شاید 80 هم 30 سالش بلند باشه. آمد نشست رهبرپرسیش کرد. بعد گفتم بابا در کدام مسجد نماز میخونی؟ گفت من مسجد نمیرم. نعوذ بالله ما مسجد دوست نمیدارم. اما سخنی را که گفت است من مجلس میخوردم. پسرش حتی خجالت کشید، شرم داشت. گفت مقصد این همون مسجدی هست که در پیش بینای استقامتی ماست که یک وگان است، در اونجا نماز میخونم. مسجد خشندارم و دوستاندارم گفتنش غرضش همون وگان هست. اما این مصفحه ده شرح توضیح بودسته. مسجد میرم چی میشنوم؟ چی بگم؟ اگر در مسجد یک بشنوم من در خانه 100 میخونم. ببینید نصیحتش میکنم که بابا فضیلت نماز مسجد به حدیث که فلان و فلان حدیث میخواهم بیارم. میگم میدونم. میگم پورا چی میگو؟ همش میدونم. امامای مسجد ها نمیدونن که کدام سوره کی نازل شده است، چه خیلی نازل شده است. من ایواد و مقصد بهتر میدونم. بیران در مسجد چکو میکنم. سبحان الله خیلی برای امام شوخی اینقدر عالم باشی مردم تعلیم در مسجد سلاها شده کلام میبندن. باور کنید به یک بغض و به یک خدارت نسبت ملاها گپ میزنه که انسان در تعجب میماند. های بابا گفتیم افسوس و صد افسوس که تمام علم نداریم. اگر علم داشتیم تایی سفسطه نمیگفتیم. اگر معرکه به جای سخت گفتن نبود، اما یک موعظه کردیم و بعضی خحر غضب خیلی فرو بردیم در باشد این را میکفیم. بیا گفتم تا جوانها را در مسجد محبت جوانان را به مسجد ببین. مسجد خانه خدا است، پاکترین و مقدسترین مکان در روی زمین است. وای وای به حال شخصی که میکنم مسجد را دوست ندارم. خاکی لحظه دوست نداری آخی. ببینید الحمدلله گفتم جوانای ما تربیه اسلامی دیدن، در تحت موعظه ها بزرگ شده است برای همین پاکیده و تازه شدیدن. جای باور کنه جای شکرگزاری پروردگار است که الحمدلله اکثر مسجد جوانو تشکیل میکنه. حتی در حال غضب گفتم این ما و شماها گفتم در همون زمان کمونیستی کلان شدیم، خیال همون کمونیستی شدیم، در دل کمونیستی جوشیدیم قیام شدیم.
اما این جوان‌ها الحمدلله پاکیزه و تازه هم. ببینید سخن یک مرده که 80 ساله است. اکنون فهمیده که امر به معروف و نهی از منکر چقدر برای مردم مهم است. اکنون فهمیده که دعوت اسلامی برای مردم چقدر مهم است. دلهای بیمار را شفا میبخشد، تازه میکند، دلهای زنگار بسته را تازه و تمیز میکند، سیقل میدهد. همون مسافر از همین چیزا دور است و بعد حرم کرده براستی. حتی در یک مسئله شرعی دعوا را برداشت که کسی که دندان چیلا داره نمازش درست نیست. گفتیم بابا چیلا یعنی سخن را بگوید. میدونم، شنیدم، خوندم. معین و بکن مشخص است. کجا خوندی؟ گفتم فارسی را خونده میتونی البته خدایی قدر دعوا و گوهیمان که کتاب بیارم در دستت بتم که در اونجا کنکریت را سوال اومدگی است. مسئله حکم دندان چیلا جوابش گفته شدگی است در کتاب فتاوا. تو با فکر گفتم فارسی خوان هستی آخی خیلی شاید عربی را نداری فارسی خوان هستی کتاب بیارم نمیگه فارسی خونده نمیتونه. سبحان الله گفته تو قولی تفتازانی بدی یک 10 دقیقه پیش شو کردی باید تا فارسی را خونده نمیتونی. بعد مسئله خورباک‌ها و ماهی را براش دادیم. مسئله خورباک‌ها و ماهی را میدونه و یک روزی را مشکلی در خودتون میشود. در یک چاه یک خورباکه میزیست. بیچاره از همون زمانی کف میزد بودنش در چاه تولد شده است. خورباکه بزرگ شد. از همون چاه بیرون یکان جا را ندیده بود، یکان چیزا نمیدانست. برای او را تمام عالم همون چاه شد. سال آبخیزی می شود، آب بلند می شود، آبی دریا در همین چاه برابر می شود. یک ماهی بیچاره ای رحم کرده در دور چاه می رفته. بعد آب پس می شود که از چاه اومده نمیتونه میمونه در دور چاه و از روی ظلمات به همون خورباکه انس میگیره و رفیق می شوند. یک روز هر دو نشسته بودن خورباکه که برادرت از وطنات قصه کن در کجاها زندگی میکنی؟ وطن شما چی رنگ است؟ چی شکل است؟ ماهی گفت برادر عزیز گفت من در وطن آبهای ناپیدا کنار زندگی میکنم. خورباکه خیلی آزاری هم کرده خورباکه و بعضا شما میجوزونم. گفت همین قدر هست؟ گفت ای برادر در او وطن ما اگر نیست تا شب شینا کنی از ساحلش نمیرسیم. همین قدر کلاه خورباکه منتظر در دمی چاه یک 2 متر فرو رفت. گفت همین قدر هست؟ گفت ای مادام آخی آبی چاهی تو در نزد آبی وطن من مثل یک خطره دوران بفهمی این چی وقت نه در یک جای کم جا گرفته تو دنیای روشن ندیده یالی. خورباکه بیچاره از همون چاه بیرونی جا ندیده است آخی. گفت تو دروغ میگویی در پیش من یک سفسطه‌گویی نکرد. لوگی را خطانه وطن تبلیغ تعریف وطن نکرده بشه. و این احمق چی بود که بشوره مهم؟ اتفاق ازیدی باز همون آب بلند شد، آب خیزی شد. آب از سر چاه برابر اومد. ماهی خورباکه را گفت بیا یک بجه برای دنیای روشن ببینیم. رسید در دنیا شد. ماهی پیش خورباکه از کفو از چاه اومدن. در دریا آمیخته شدن. خورباکه در دریا شناکنان به آمد دید که توشند دریا وسیع شده در دهشت افتاد. بعد خشک طرف ساحل کشید. ماهی را دیگر خدا داد است شکرم میپره و میجهد بالا شنا میکنه پایان. از قطار خورباکه آمد گفت برادر کجا میگریزی؟ ولی همه آب در وطن ما میره و میریزد ولی نرسید از پا برنده وطن مریشان تو ما را دروغگو برآوردی. اما خورباکه در ترس تعلقات دیده خشک ساحل کشید. گفتم برادر همه حکم ختم بابا حکم همه خورباکه را میمونه و یک چای تنگ و تاریک نوک اومده که ما میکنی که تمام عالم هم میدونم میرم. الحمدلله شکرانه نعمت خدا که امروز مسجدهای آبادان داریم، امر به معروف و نهی از منکر داریم، جوانای صالح و زیبا داریم. این بسیار دولت بزرگ است. ببینید همین دعوت، تبلیغ، نصیحت عمل که دخترای صالحه و پسرای صالحه به کمال برسونند. مثل همون دختره که حضرت عمر دیدش. عاصم دختر را بزنی کرد
و بعد چند خداوند یک فرزندک براش عطا کرد، یک دخترک که با نام لیلا در تاریخ نامش آمده است و کنیه داشت عاصیم، کنیه‌اش عاصیم است. بسیار دخترک صالحه. تصور کنه که ای فرزند حضرت عمر و دختر به این پاکی و تازگی که مادر خودش نصیحت میکند که مادر جان وقتی اگر امیرالمؤمنین نبیندم خدای امیرالمؤمنین ببیند. تصور کنه که چی فرزند پیدا میشود. بسیار دختر صالحه و پاکیزه بود. آوازه و دروازه صالحگیش، پاکیش، عبادت و تقواش و گوش عبدالعزیز رسید که جوان بود، پسر مروان بن حکم که از حکمای دور بود، از حاکمان دور خود بود مروان بن حکم. عبدالعزیز در حال خواستگاری کرده او را زن کرد و خداوند از این مکان براش پسر داد که با افتخار نام بابای بزرگش عمر نامگذاری شد. عمرش کرد اما پسر داد و هزار امید و آرزو. ببینه وقتی که شخص به امید و آرزو برای فرزند نام نیک میگذارد، انشاءالله خدای تعالی در عمر این فرزند برکت عطا میکنه. و همه عمر بزرگ میشه در عبادت خدا. این خیلی مادر صالحه که داشته باشد پسر و بتونه که فاسق شود. کودک اساسا تربیه مادر هم میبیند، در دامن مادر بزرگ میشود. مادر از مادر تعلیمش میده، نمازخوانش کرده بود، قرآن خوانش کرده بود، از اسلام آگاهش کرده بود. یک روز مادر در آمد که پسرک خورد 4-5 ساله گریه دارد در گروه جوی نماز. گفت ما یبکی کیا بنیا، پسر جان گفت چی سبب گریه ای تو شد؟ چرا گریه میکنی؟ زمان جا دست میکنه. گفت لا شیء یا الله انما ذکرت الموت. مادر جان گفت چی؟ یمان جا درد نمیکنم، من یادی مرد غلطی کنم که در پیش خدا چی جواب بگفته باشم؟ برای این نعمت زندگی، برای این نعمت اسلام چی نگفته باشم؟ پسر 4-5 ساله و یادی مرد غلطی است. مادرش هم گریه میشه، مادرش هم گریه است. سبحان الله، سبحان الله. کودکی که از خوری و یادی مرد بزرگ شود تصور کنه که چی کار میشه. حضرت بعضی که بزرگتر شد گفت ما کذبت مذ شددت ایزاری و علمت ان الکذب یضر اهله. گفتم چرا تو دروغ نمیگوی؟ چی شد که دروغ بس کرد؟ دروغ نمیگوی، مردمی زمان همه با دروغگویی مشغول هستند، تو دروغ نمیگوی. گفت از همون زمانی که ایزار را به دست خود بستن یاد گرفتم، از زمانی که همون ایزار خود را به دست قبیله بیتونستم دروغ نگفتم. دانستم میگه که این دروغ و صاحبش فقط زیان و ضرر میرسونه، هم در دنیا و هم در آخرت. تصور کنید در هنگام حج روز یهود برای حرم نشسته بودیم، یک پسر از همین محله کشینا و همراه بود در حج بود، همراه مادرش. پسر جوان است، شاید 18 ساله باشد. دانشجوی کورس اول است. یک مسافر حضر شوخی داره که بچه‌م که رفتید یک نامعقولی جامعه را بس کرد، تو حاجی شدی، نبادا تو همون خوراک پیشینه تو دارم. گفت بابا کدوم خوراک؟ گفت همون دختربازی ها و دخترها گرد دادن. گفت در خانه خدا هستم، قسم به نام الله گفت تا به حال به یگان زن بیگانه به چشم شهوت نگاه کندگی نیستم. این جواب، این خشو به حالی مادر، خشو به حالی مادر. همه این کودک تربیت کرده باشد. گفتم که رفتی در حال پدر قبول زنت میکرد. گفت داملو ایزام میکشم خجالت میکرد، خیلی پیش پدر میگو زنم میده. خیلی گفتم یه روز تو یک معرکچه خوب که ما را دعوت که من خیلی بگیم. خدا نگه هم دارم، ای مسئولیستی شیطان، تو شما بخواری. انا جواب مردم رو کنه چکه میشه. و پسرک وقتی که کلانتر شد، خلیفه زمان
عبدالملک ابن مروان که عمر ابن عبدالعزیز میشد، پدر او را والی مصر تعیین کرد و برای ولایت به مصر فرستاد. تصور کنید دولت اسلامی به حد کلام بود که همین مصر که امروز یکی از مملکت‌های نهایت کلان، یکی از کلان‌ترین دولت‌های اسلامی حساب می‌شود، در اون زمان یک ولایت والی داشت. والی مصر عبدالعزیز پدر عمر شد. عبدالعزیز خودش از همون جوانیش و طلب علم شوق رغبت زیاد داشت، با ناموس بود، با عار بود. همین آدمی که ناموس و عار داشته باشد خداوند البته که برای هدایت شد، البته که در زندگیش با امید و آرزوهاش میرسد. تصور کنید که عبدالعزیز پسر مروان حاکم بچه از خودی در نوش و نعمت کلان شدگی مثل هم دیگر یار و رفقاش به طلب علم مشغول نبود، بی سواد کلان شده بود، سواد کلایی نداشت. یک روز یک آدم از شکایت می آید، اما ناموس داشت، عار داشت. نرد شکایت می آید و از خطر خود شکایت میکنه از دامادش، یعنی داماد جیگر ریخته مقصد هم میتر بیعدالتی میکنه نسبت دختران. این سوالش کرد، گفت و من خطرنک. اون مردم آقا تعجب نگاهش کرد، گفت خطرنی الخاتم الذی یختن الناس. پرسیدش گفت کی ختنت کرده است؟ گفت حیران شد که ختنه من اینجا چی دخل دارم؟ یا درباره داماد و میروی مردم میگه ترخی که ختنه کرده است. گفت همون استای ختنگر ختم کرده، همون یکی دیگر رو ختم بکنم. گفت اینما اسألک عن اسم ختنه، من تر از نام خطر پرسیدستم، از نام داماد. یعنی به حد بی‌سواد بود که حتی هم حرکات همون اعراب جابجا داشته نمیتونست. اسم را که باید مرفوع خونده میشه، این نصبش کرد و من ختنک فعل شد، فرقی ختنه کرده است. این مردم نصیحتش کرد، گفت ایران کان ینبغی ان تقول من ختنک. خب بعد نمیگو که ختنی تو کی است، تو میگوی فرقی ختنه کرده است. ببینه یک حرکت اگر دیگر دیگه چقدر معمول دیگه میشه. هر قدر خجالت کشید، ایزا کشید، بود معار و بناموس بود. 3 سال تعلیم علم نحو عربی گرفته است و عاقبت الامر یکی از بلغای زمان خود شد، زبان عربی را به حد فصحی می‌دانست که حتی شاعرها به او حسد می‌بردند. خبرش هم که به غیرت داد. میخواست به مصر بروم، پسرش گفت پسر جان اگر همراه من به مصر میرویم، گفت پدر اگر اجازت باشه مرا به مدینه بفرست، به مدینه رسول، زیرا در اینجا بزرگان زیاد هستند، زیرا اونجا وطن مادرم است. میخواهم که در نزد بزرگان تعلیم علم بگیرم. در مصر چی خوب کردم؟ مصر کجا رو؟ و پدرم به مدینه آوردش. در شهر مدینه الحمدلله علمای بزرگ، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار کم شده بودند، اندک بودند، اما بودند. و علمای تابعین مثل طاووس، سعید ابن مسیب، صالح ابن کیسان و غیره و هکذاها بزرگای اسلام زندگی میکردند. پدر آورد و در تحت سرپرستی صالح ابن کیسان را گذاشت تا اینکه تدریسش کنند، تعلیمش کنند. درسش میگفت صالح ابن کیسان رحمه الله. یک روز پسر به نماز جماعت دیر کرد، خفا بود. پرسیدش که چرا تو نماز جماعت در وقتش نآمدی، بخونی دیر کردی؟ گفت سر مشانه میکرد، اما دایم اگه مادرش که نبود دایه داشت، باقی پسری باری است، از همین خاطر دیر شد. نخواد گفت موی سر برای تر از نماز بالاتر باشه. و از بس که مسئول بود، موظف بود، پدرش امر کرده بود و صالح ابن کیسان که هر چیزی که شد حتما در اسم را خبر کن، اگر یک خج رفتاری میبینی. همه مکتوب نوشت و مصر فرستاد که یک نماز جماعت تصور کنه پسرک خوب، پسری 6-7 ساله نماز جماعت تحقیر کرد و خاطر همون شانه کردن سر. پدرش شخص میفرسته مخصوص از مصر
آمد یگان گفت مدرس سر اینگه تباشه من بعد گفت برای تو بوی سر نیست سر شکل میکنه تو اینکه از نماز گیر نکنی مرد به همون بوی که صحیب شد از نماز باز میدورم و این پسر بزرگ میشه و همین طریق و همین شکل و همین بزرگی تعلیم میگرفت در اطرافش بزرگوهایی بودن تو شخصی با تقوا بود اما از بس که در خانواده میزیست که نسبت حضرت علی و فرزندان علی و اهل بیت او دشمنی و عداوت داشتن بیچاره همه علم از صاحب خانه‌هاش رو کسب میکرد گمان میبود که همه علی خطا کرده است نعوذ بالله باره از زبانش برآمده است اون پسرک که ولی خور به جوان بود گفت علی خطا کرد و غضب خدا گرفتار شد این سخن به یکی از استاداش عبیدالله ابن عبدالله ابن اختبر رسید بسیار ناراحت شد مسافر وقتی که پسرک نزدش درس خونی می اومد درس گرفت قبولش نکرد چند انتظار کشید باری دوم و سوم اومد دید که قبولش نمیکنه بعد رفت در مسجد نبوی نشست منتظر استاد وقتی که نماز فرض خلاص کردن آمد شیشتیا استاد گفت من چند روز شد میام قبولم نمیگیری درس نمیگوی با غضب به طرف همون طفلک نگاه کرد گفت متى بلغك ان الله سخط على اهل بدر بعد ان رضی عنهم تو کودک گفت از کجا فهمیدی کی بده خبر داد که خدای بزرگ بر اهل بدر خشم گرفته است غضب کرده است خدایی که رضایی خش از اهل بدر در خطای بزرگش بیان میکند تو از کجا دانستی که بر اهل بدر که علی رضی الله عنه که از اون قهرمانای بدر است غضب کرده است گفت توبه کردم یا استاد گوشش کشید گفت درباره علی معلومات ندارم برو معلومات استاد تعلیمش داد از حیات حضرت علی از کارنامه‌هاش از بزرگی‌هاش از خدمت‌هاش و همه کودک تصور کرده که در چنین یک محیط بزرگ شد دیگر پروایی که با کاری مردم نداشت یک روز در حضور امیرالمؤمنین در حضور ولید ابن عبدالملک پسر عمکش که پادشاه بود سوالش کردن که زاهی ترین مردم چی کس است؟ تو کی را زاهی ترین مردم میدونی؟ گفت ازهد الناس فی دنیا علی بن ابی طالب زاهی ترین شخص در روی دنیا علی است حضرت علی شخصی که دشمنی خاندان بود جوانمرد رو ببینه که ما پسانه ایداش است گفت زاهی ترین شخص علی بن ابی طالب است اگر برای تو حجت در کار باشه اثبات بکنی همه دیگه شاک شدن ما تحصیل تربیه رو ببینید تا کجاست واقعا کار در زمانی بود که در کوچه و بازارها علی حضرت علی را دشمن حقارت میکردن غیر صحابه پیغمبر کسی جرأت نمیکرد که از حضرت علی و از نام پاکش پشتیبانی کنند همین خیلی از زمانی در حضرت عمر بن عبدالعزیز نشست زندگی میکرد به این جرأت رو ببینید زمان فتنه ها بود زمان خطاها بود زمانی بود که مردم را بی‌سر انجام کرده بودند زمانی بود که مردم به سوی دوستان خدا اولیاء الله میشوراندند یا تماشا من یک قصه براتون کرده بودم که چین حضرت علی را در مدینه الرسول در شهر پیغمبر به شما حقارت میکرد مردی همه خاموش ایستادند یک بار دیگه به یوتیوب رسوندم زیرا که خشایت سخنی نقص به تکرار همین سخن باید به تکرار و به تکرار گفته شود تا به ذهن مردم بشیند تا مردم از روی یک منفعت برده توانند خیس ابن ابی حازم روایت میکند میگوید داخل مدینه شدم دیدم مردم یک شخصی را احاطه کردند او بالای اسب نشسته است و حضرت علی را به شام حقارت داشته مردم میگه در اطراف ایستاده به جرأتانه به ناموسانه همه خاموش لب بسته و این بدگهری بدبخت حضرت علی را به بدترین سخنها در شام سکت گفته ناخست
حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر شد، صحابی پیغمبر. آمد پرسید ما هذا، این چی اجتماع است؟ گفت چی گیر کرده ایمان دارد؟ شخصی گفت هذا رجل یشتم علی بن ابی طالب. این مرد گفت علی پسر ابو طالب در شما حقارت کرد. پسر جان سعد زد برمد آجی با مرحمت کنید. جان سعد تصور کنه که حضرت علی را که از زمره مسلمانان اول است، از حد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یک شخص قریب شود و در شما حقارت کرد. همه مردم ترسیدگی، همه آرام، همه خاموش. آمد از لجام اسبی او مرد فاسق گرفت، گفت یا هادا علامت تشتم علی ابن ابی طالب. ای بدگهر، گفت تو چرا علی پسر ابو طالب را دشنام میدی؟ تو را چی حکم داده است که حضرت علی را دشنام بدی؟ علم یکن اول من اسلم. حضرت علی از زمره این شخصایی نبود که اول شده مسلمان شد، اول شده اسلام قبول کرد. علم یکن اول من صلی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم.